از روزی که قلب و دل انسان بشکنه. دست و پا گر بشکند با نسخه درمان می شود. دل شکسته باطنش از ریشه ویران می شود. انسان که از باطن بشکنه، قلبش بشکنه، دلش بشکنه، ویران میشه. زندگیش ویران میشه، آرزوهایش ویران میشه، رویاهایش ویران میشه، برنامه‌هایش ویران میشه، اهدافش ویران میشه. هدف ما از ویدیویی است که ما در قلب خود را، دروازه قلب خود را، دروازه دل خود را به هیچ کسی باز نگذاریم جز خدا. به خاطر ازی که عادت مردم برمی هست که اول در جستجوی ورود می باشند. خیلی کوشش و تلاش میکنند که به قلب شما وارد شوند، اوجا خانه بکنن. وقتی که داخل شدن او را اذیت میکنن، او را میشکنن، برش بازی میکنن، شوخی میکنن، انواع دردها را به او میرسانن، کارهای در حقش میکنه که اگر در حق خودش بکنه زندگی را ترک خواهد کرد. ولی میکنن بالاخره که همه زشتی ها و همه دردها را به قلب شما رسان، باز خارج میشن و شما میمانین و درد و غم و پریشانی. راه حلی است که این قلب فقط از آن الله است، فقط الله درش جای داشته باشه و بس. مولانا میگه اکثریت دلگیری های ما از دل دادن های بیجا هست. اکثریت مواقع اگر ما دلگیر شدیم، اندوهگین شدیم، پریشان شدیم، یک دفعه خود ما با خود بیاییم و خود فکر بکنیم که دل به کی داده شده، به چی کسی داده شده، پشت چی کسی رفته. هر زمانی که دیدیم که پشت غیر خدا رفته بود، او وقت میفهمیم که من ملامت بودم، نه کسی دیگه. پس این قلب از آن الله هست، فقط محبت الله در جای داشته باشه و بس. دیگه کسا را عاجل و امی لحظه از قلبتان جارو بکنن، پاک و ستره و صاف.